سلطان محمود غزنوی که از اولیای الهی، شما نامش شنیده باشین، در همین افغانستان پادشاه بود، اما نه پادشاهان مثل امروز، ولی خدا بود. شبها به عبادت، شبها به گریه ها، شب از شبها رفت در رخت خواب کتاب بخوابد. در نیمه های شب وقت رفت، هر چه تلاش کرد خوابش نآمد. غلام را صدا زد: غلامم برو بیرون دربار ببین، شاید کسی آمده باشد، فقیر آمده باشد، درویش نیازمنده. وقت آمد غلام بیرون دربار دید که هیچ کسی نیست. آمد گفت: سرور کسی نیست. باز تلاش کرد سلطان محمود که بخوابد، نتوانست که بخوابد. این بار از جای خود بلند شد، شمشیر خود را گرفت و حرکت کرد. بیرون از دربار خودش تنها در کوچه ها پرسه میزد که ناگهان از دور روشنایی معلوم میشد. حضرت سلطان حرکت کرد، نزدیکتر و نزدیکتر، نزدیکتر و نزدیکتر، تا اینکه رسید به در مسجد که چراغ داخل مسجد روشن است. حضرت سلطان وقت داخل مسجد بسیار با آسانی شد، دید که مرد سر خود را به سجده گذاشته در نیمه شب گریه می کند و صدا می زند که پروردگار عالم، حتی سلطان محمودم شب در خواب است. خدایا جز تو آوازم را کسی نمی شنود. خدایا به داد من برس که تو کریم و رحیم و مهربان هستی. پروردگارا با مشکل گرفتار هستم، به داد من برس. سبحان الله. سلطان محمود آمد گفت: ای جوان، ای پسرم، چرا از من به نزد پروردگار شکایت میکنی؟ چه مشکل داری؟ بفرمان. من سلطان محمود هستم. سبحان الله، این گریه های تو خواب را از چشمان من ربوده است. سبحان الله، این گریه های تو حرم مرا برهم زد. من شب نخوابیدم. چه شده؟ خدا مرا اینجا کشانید. این گریه های تو مرا اینجا کشانید. سبحان الله. وقت رحمت اون بیاید به تلاطم، پادشاه را به دنبال تو روان میکند. یک فقیر و بیچاره ای که به حرم پادشاه را ندارد، اما وقت اون بخواهد پادشاه میآید. تو چه کسی هستی؟ چه میخوایی؟ چه درد داری که خواب مرا برهم زدی و دربار مرا ناراحت کردی؟ سبحان الله. گفت که مشکل من این است که یک افسر از افسران گارد حکومتی تو داخل خانه من می شود، هر روز زنم را آزار می دهد. سبحان الله. زنم را آزار می دهد. خداوند اصل شخص را می فرستد سلطان محمود، و الا با گارد حکومتی که توان مقابله نیست. سبحان الله. وقت او بخواهد لبیک بگوید، وقت او جوابت را بدهد. اگر تیغ عالم بجنبد ز جا، نبرد مو تا نخواهد خدا. تا زمانی که نخواد هیچ اتفاق نمی افتد. وقت او خواست دنیا را دگرگون می کند. سبحان الله. سلطان آمد: چه می خواهی؟ گفت: گارد حکومتی تو، گارد حکومتی تو همسر ما را اذیت می کند. گفت: امین الان خانه تو است؟ گفت: نخیر، گاه گاهی می آید. حضرت سلطان آمد به نزدیک حرم، به اونهایی که دربانبان بودن، اونهایی که محافظت میکردن حرم را برشان گفتن: وقتی این مرد آمد شما مانع نشوید. هر وقت شب بود و روز بود. بعد از 30 شبانه روز همین مرد دوان آمد به نزدیک حرم. این را به حرم را دادن. آمد گفت: سلطان، همون مرد آمده داخل خانه ام. سبحان الله. پادشاه را هم بشناسین، چه پادشاهان داشتیم ما. سبحان الله. چه پادشاهان پاک دل داشتیم، صاحب دل، اهل دل بودن نه اهل گل. پادشاهان امروزی که اهل گل هستن، اونا اهل دل بودن. سبحان الله. وقت آمد سلطان شمشیر را گرفت، حرکت کرد. آمد وقت وارد خانه شد، دید که اون گارد حکومتی در اون جا هست. یک نعره زد: الله اکبر. شمشیر را بلند کرد، گردنش را زد. بعد از اینکه گردن از سرش جدا شد، حضرت سلطان خود را به سجده انداخت. بعد از سجده کردن از جای خود بلند شد که غذا بیاورین، چیزی که اگر در خانه دارین بیاورین. نان خشک داشتن، فقیر بی‌نوایی بود، نان خشک داشتن آوردن. حضرت سلطان شروع کرد به خوردن، سری میخورد. بعد پرسان کردن: ای سلطان، سجده برای چی؟ این غذا خوردن برای چی؟ حضرت سلطان فرمود: از روزی که از دقیقه‌ای که اون سخن را تو گفتی، من خوردن و نوشیدن رو به خود حرام کردم. 30 شبانه روز از چیزی نخوردم. سبحان الله. چرا؟ دعای تو چنان زخم بر قلب من زد. من تصمیم گرفتم تا زمانی که این زخم را مرهم نکنم چیزی نخورم. سبحان الله. من چیزی نخوردم. همین غذا را بیاور که بخورم و الا هلاک می شوم. سجده برای این بود که ترسیدم از خانواده من نباشد. ای کاش که امروز پدر
مثل سلطان محمود می بود، هر شب گریه میکرد و سر را به سجده میگذاشت که پروردگارا شکر است که فرزند من زنا نمی کند، شکر است که فرزند من قمار نمی زند، شکر است که فرزند من شراب نمی نوشد، شکر است که دختر و فرزند من 5 وقت نماز می خواند. عزیزان من، ما که رحمت را دوست داریم، هر لحظه دوست داریم رحمت بر سر ما بیاید، اما رحمت زیادتر کس را دوست دارد که اون خدا را دوست دارد، اون توبه می کند. بیاییم الله جل مجدود به ما شما توفیق توبه نصیب بگردد.